الان اومدیم اینجا یه میز بخوریم، اشلی رو برداریم بریم یه نهاری بخوریم، بعد بریم سمت اوسیفر. اشلی افتاب تو چششه. ای کوچولو خب ما غذامون رو خوردیم دیگه، داریم میریم برای اوسیفر. این هم کیف بچه هست که همیشه همراه منه. آی ترافیک ورودی هیچ وقت کلا اینجاها ترافیک نیست. Want to know how I got this $50,000 check to firm that really don't care pleading your case? It only took me 30 seconds to go through. Now I'm getting $50,000 for my accident. The same one they offered me $5,000. در بره ساکت حالا بیادب نشو که من بیادب میشم. چی میگم زن و بعد میشم من میرنم پیشم. ما چند سال بالا این تو چند سال پایین، شما همیشه زیر سایه هم سال ما خدایی دارم میگردیم تازه تقاضی زندگی. فعلا ورودش خیلی شلوغه تا چک کنن و اینا. ما بریم تو دیگه. چقدر شلوغه تو این گرما. اینم اشلی خانوم نیومده. خیلی شلوغه. وای اونه چقدر قشنگه. واقعا قشنگه. اینم مثل نینیاست که برن بازی کنن. ببین کلا اینجا یک ماه در کل ساله. بعد در واقع یه جوری مثلا کارناوال میشه، فیر دیگه. هر یه جوری حال میکنه. ببین پر وسیله بازیه. نگاه یک عالمه. از 2 ماه 3 ماه قبل‌تر اینجا رو میچینن که فقط یه ماه مثلا مردم تفریح کنن. بعد خلاصه خیلی باحاله دیگه. اصلا من خیلی از این جاهای این شکل خوشم میاد چون که قشنگ مدل بچگی هست. حالا اینو فقط نگاه کن. من بودم سکته میکردم. خیلی ترسناکه. Oh my god. Oh my god. آره خلاصه خیلی باحاله دیگه. ببین حالا من همه چیزو نشون میدم ولی اینجا الان چون صدا به صدا نمیرسه فقط چیز میکنم. مثلا حالا چیزای خیلی باحال داره دیگه. مثلا خیلی چیز دوست داره. حالا به تو همه هرچی که توی نشون میدم تو بگم ولی همین رو بدونین که خیلی باحاله. من عاشق جاهای اینجوری ام. کلا عاشق جاهایی ام که چیزای تفریحی این مدلی داره. خلاصه اینجوریه. حالا بریم بقیه‌شو ببینیم. اینجا خوبیش اینه که آدم همه اینا رو بره بازی کنه. ما هر سال که می اومدیم همه اینا رو بیشتر بازیاشو بازی میکردیم. ولی الان دیگه با اشلی نمیشه این کارو کرد دیگه. مجبوریم که فقط نگاه کنیم. نمیشه آوردیمش که اون اینجاها رو نگاه کنه یه ذره هیجانی شه. حرفی سخنی گرم نیست خدایش. گرمه نه. مثلا شدش این چیزای غذاییش اینجا هم عکس میگیرن. میری تو این عکس عجیب غریب میگیری. ما یه عالمه داریم. وقتی میبینی گشنش میشه اش میخوانیم گشنش شده اش میخوانیم. حالا ما این وسط بایستیم شیشی بخوریم بعد بریم. اینه که این خوراک مکزیکی هست. درینک مکزیکی هست. از اینجا هم تیکت میخرم برای بازی هاشون. اینجا هم تقریبا واسه نینیاست. وای چقدر خوشگله. وای چقدر ترسناکه. ما سال پیش اینو سوار شدیم. خیلی ترسناکه.
بچه‌ها رو میارن، خیلی هم باحاله. من یادم بچه بودیم دیگه مثلا شهر بازی اینا میرفتیم این مدلی بود، ولی اینجا پر از انرژیه، اصلا کلا پر از حال خوبه. بعد دیگه خیلی باحاله دیگه. اشلی هم چیز شد دیگه، خیلی خسته بود و توی سالرش خوابش بود. حالا ما ولی دیگه داریم همچنان حاضر بودیم بازی رو امتحان کنیم؟ 100% اگه بچه نبود نادر الان میرفت اینو امتحان میکرد. من که اصلا یعنی 1% فکر کنم. این بازی خطرناک است، تا اون بالا میره پرتشون میکنه میاد پایین. ترکی لگ میخوری؟ ببین ترکی لگا رو اگر بخوری همونجا میتونی خفه شی. انقدر که گوشتشون خشکه، یعنی اصلا گلوت پایین نمیره. بیمزه ترین خشک ترین چیز به نظرم ایناست و همه میخرن. حالا شاید هم باب سلیقه ما نیستا، ولی من نمیدونم که بقیه چه نوع سلیقه‌ای دارن که اینو میپسندن. آها انقدر این بزرگی که توی صفحه جا نمیشه. ببین فکر کنم اونا خوب باشه. یه نافیبه گرفتیم خیلی بدمزه بود، همونجوری انداختیم رفتیم. ولی حالا الان یه چیز دیگه رو امتحان کنیم. که اینو امتحان کنیم ببینیم چجوریه. چیز قراره بکنیم دیگه، یه دونه میگیریم دوتایی میکنیم که خیلی کالری نداشته باشه. واقعا خوشمزه است، یعنی قشنگ ارزش رو چیت کردن رو داشت. عالی. اینجا برای بچه ها خوبه فقط. چقدر خنک شد، تازه داره خوب میشه. ما داریم بریم. آخه دیگه الان انقدر شلوغ میشه که آدما دیگه خیلی نزدیک به هم میشن. بعد خب ما اصلا به خاطر بچه نمیخوایم خیلی شلوغ پلوغی دیگه این حدی باشیم. بعد دیگه پارکینگش هم شلوغ میشه، نمیتونیم ازش بریم بیرون. به خاطر همین بهترین زمان دیگه همین زمانه. مثلا از این بازی ها داره، کلا بازیه دیگه. بعد اینا رو انجام بدی، بعد به دلیل جایزه ها میدن. اینجا دیگه اصلا تم چیز داره انگار، همه دیگه مکزیکیه نه؟ مکزیکو سیتیه. اینجا دیگه رفت خوراکی فروشیم. ما هم دیگه داریم کم میریم خونه. خسته شدیم.
پیتزا میخوری به این گندگی؟ وای چقدر بامزه بودم. دیگه واقعا خسته شدم و دیگه دارم آره واقعا اسمش آمریکاست. ولی خب دیگه ما گشتیم اسلامی و دیگه الان بریم خونه. دیگه واقعا خسته شدیم، خیلی خسته شدیم. گرم بود، خیلی گرم بود. این امسال هم تموم شد. سال بعد که بیایم اوسیفر اشلی یه سالش شده دیگه، میتونه با این بازی ها بازی کنه. کلی قرار پوستمونو بکنه. فعلا خدا